در جهان بیشورها هزاران شارلاتان علمی در جهان ظهور کردند. امروز تاریخ بشریت ثابت کرده که دین مردم دنیا فرهنگ و تمدنشون هست. ما قدیمی ترین کشور دنیا نیستیم. ما 120,000 ساله که تمدن ما رو دزدیدن و به نام برندها و کمپانی های خودشون کردن. جهان پر از نابغه های احمقی هست که به راستی در طول تاریخ احمق بودند و نابغه های واقعی، نابغه های تمدن اشراق ما بودند که همه چیز رو که امروز در دنیای پسامدرن امروز هست رو خلق کردند. اونها برندگان جایزه نوبل هستند.